کردن. هر جوان بی حیای بی ادبی که از آدرس تلفن هوشمند یا از آدرس فیسبوکی که دارد یا واتساپ و تلگرام و آیمویی که دارد با خواهر مؤمنش و خواهری که با برادر مؤمنش روابط نامشروع میکنه، این اولین مفاسد در استفاده از تلفن است. تلفن به این خاطر نیست که ما عفت خود و خواهر مؤمنه خود را ما تباه کنیم، برباد بسازیم. تلفن به این خاطر نیست که ما حیا و عفت یک خانواده مسلمان را تباه کنیم. این به این خاطر نیست که ما با یک خواهر عفیفه و مؤمنه خود که غفلت و فریب شیطان میخوره با ما روابط عشقانی برقرار میکنه و ما تلفن را به این خاطر از او استفاده میکنیم که عفت یک انسان را در معرض خطر قرار بدیم. روی این موضوع ما بسیار صحبت کردیم، ولی بازم میگیم ای جوان امت پیامبر، نبی کریم علیه السلام میگه وقت خداوند جنت را آفرید بر سر دروازه جنت نوشته کرد که جنت بر انسان دیوس حرام است. به جنت انسان دیوس داخل نمیشه. دیوس با کسی گفته میشه که سر ناموس خود غیرت مخور است. علما میگه تمام زنان مؤمنه بر یک مرد مؤمن به مثابه زی است که مثل که سر ناموس خود غیرت میخوره سر ناموس خواهر مؤمنه خودم غیرت بخوره است. تویی که عفت خواهر مؤمنه را با روابط نامشروع آسیب رساندی، تو دیوس هستی، به جنت داخل نمیشی. پسترین انسان، بیغیرترین انسان او کسی است که نسبت به خواهر مؤمنه خود، نسبت به ناموس مسلمان خیانت میکند. الله خیانت هرگز نمیبخشه مسلمان، مگر کسانی که توبه کنند، از الله عفو بخواهند، بخشش بخواهند. اگر به تو یک حالت از دنیا میرن، اینا یک انسان زانی علی دوام در زنا، مستمر علی الزنا میرن و خداوند اینا را در جهنم قسمی می سوزانه که صدایشان شبیه صدای مرکب از جهنم بلند میشه. اولین استفاده نامشروع و ناسالم از تلفن همی است که ما روابط عشقانی و پنهانی با ناموس مسلمان برقرار میکنیم. و پیام من به اون خواهر مؤمنه من، به اون خواهری که عزت پدر را حفظ نکردی، خواهرم عزت مادر موی سفید و سرسفید را حفظ نکردی، قرآنی که در او خانه بود از او حیا نکردی، از موی سفید پدرت حیا نمیکنی، از اون نمازهایی که میخوانی به الله سجده میکنی از اون حیا نمیکنی، عزت و شرف خانواده ات را به فروش و معامله میرسانی. با یک بچه نامحرم و بیگانه تویی که تماس قائل میکنی و برقرار میکنی، بدان که پسترین و بی‌حیاترین و زشترین و منفورترین چهره در چهره ها به نزد خدا تو زن هستی، تو دختر هستی، به خاطر که عزت و عفت فامیلت محفوظ نکردی. الله به تو حق یک شوهر داده، تو حق داری که خداوند به تو یک شوهری نصیب بگردانه. چی خوب است که شما صائم و روزدار هستید، روزه تان با شوهران حلالتان شما افطار کنید. چی خوب است که بدن شما در امن و در ستر باشد، دست کسی در بدن شما تماس کند که سالهای سال تو روزه گرفتی و اون روزه عفت گرفت، شما با هم دیگر دست در بدنتان تماس کند، چقدر خداوند از شما خوش میشه. ببینید الله به این عفتی که تو قائم کردی الله به تو اجر میده. تو با حیا دختر هستی، تو با حیا بچه هستی. انسانی با حیا را الله بسیار دوست دارد. جنت جای خاص برای انسان با حیا خداوند متعال در سرای قیامت آماده ساخته و انسان حیاناک را الله و رسولش بسیار دوست دارد. خداوند به خواهران من توفیق حیا نصیب کند. خداوند به برادران و جوانان من هم توفیق حیا را نصیب بگرداند. و این پیام من به خواهران و همشیره های من امینه که عزت خانواده تان را حفظ کنید. و یک چیز را برای شما میگم، هر بچه‌ای که به اساس روابط نامشروع و هر دختری که به اساس روابط نامشروع خواستن تشکیل زندگی بدن، هرگز زندگیشان به اساس خوشی استوار نبوده. مسلمانان خود ما شاهد ده ها اتفاقات فسخ دوستی و نکاح بودیم، از همین خاطر اساس و بنیادشان به معصیت خدا بوده، اساس و بنیادشان بر بی‌عزتی و عزت فروشی بوده. الله هرگز خیر و برکت نمیدهد با اون پیوند و دوستی که آغاز دوستیش روابط نامشروع باشد. چرا با عفت و حیا
با همدیگر پیوند نکاح نداشته باشیم. و این را هم به برادرای جوان خود میگم